سلام، وقتتون بخیر. توی این ویدیو میخوایم یاد بگیریم که چطور ماندالا هامون رو تبدیل به یک دیوار کوب یا دریم کچر بکنیم. برای این کار نیاز به حلقه های فلزی داریم، چسب فلز و نخهای کنفی. با من همراه باشین. در ابتدا برای شروع کار، برای اینکه نخ کنف رو به این حلقه های فلزی متصل بکنیم، نیاز هست که مقداری از این چسب فلز رو بریزیم روی حلقه و بعد نخ رو روی اون تاب بدیم. به این صورت نخ رو میگیریم. فقط این رو باید به مدت 5 دقیقه محکم نگه دارید، چون به سرعت فیکس نمیشه. آروم آروم باید زمان بدیم تا این فیکس بشه و هر چند تیکه یک بار این چسب رو مجدد تکرار میکنیم. فقط لحظه اول باید یک 5 دقیقه استراحت بدیم تا این فیکس بشه. به این صورت همونطوری که در تصویر مشاهده میکنید، من نخ کنف رو به حلقه فلزی پیچوندم و رسیدم به اینجای کار. حالا دوباره چسب رو میزنیم. نگران این ابتدای کار نباشید که یکم بلند شده. من اینو زود دستم رو برداشتم و آزاد شد. الان میتونیم توی کار در انتها مخفی کنیم، پس هیچ جای نگرانی نیست. به این صورت میریم جلو تا کامل حلقه فلزی از نخ کنف پوشیده بشه. رسیدیم به این قسمت از کار. میخوایم ماندالا رو به حلقه فلزی متصل کنیم. به این صورت برای انتخاب حلقه حتما باید حلقه‌ای که انتخاب میکنیم 2-3 سانت یا 3-4 سانت بزرگتر از خود ماندالا باشه تا حالت کشیدگی ایجاد بشه و ماندالا خودش رو توی حلقه خیلی خوب نشون بده. برای انجام این کار در 4 جهت اصلی تکه نخ‌هایی رو برمی‌داریم و ماندالا رو به صورت موقت به حلقه متصل می‌کنیم. وقتی که در 4 جهت اصلی به صورت موقت اتصال‌هایی رو ایجاد کردیم، اگر دیدیم فاصله زیاده بین این دو فاصله، دوباره اتصال‌هایی رو به صورت موقت ایجاد می‌کنیم و میریم به سراغ مونتاژ کردن اصلی ماندالا به حلقه. نخ رو با سوزن از پیکوت رد می‌کنیم و یک گره در پشت کار ایجاد می‌کنیم که بعد از روی کار مشخص نباشه. بعد یه تاب میدیم به این صورت که الان من دارم به صورت عملی برای شما نشون میدم. به این صورت نخ رو میکشیم وقتی که از توی پیکوت رد کردیم و برای اینکه کار محکم تر بشه همون قسمت یه تاب میدیم نخ رو و بعد میریم به قسمت بعدی، یعنی میریم به پیکوت بعدی. ببینید یه تاب میدیم دور حلقه و از وسط پیکوت، حتما از وسط پیکوت این کار رو انجام بدین که کار تمیزتر در بیاد. به این صورت نخ رو هم بلند انتخاب بکنید که کار شیک‌تر در بیاد و وسط کار نخ کم نیارین. به این صورت برای محکمی کار دوباره همون قسمت رو نخ رو یک تاب میدیم و میریم به پیکوت بعدی. به همین آسونی. عزیزان، همونطور که مشاهده میکنید الان من این قسمت از کار رو روی حلقه مونتاژ کردم. همینطور که آروم آروم مونتاژ میکنید اون اتصالای موقتی رو که ایجاد کردید خیلی مراقب باشید که به جای اذیت نشه و نخ اصلی پاره نشه، قیچی نشه و اون نخهای موقت رو با قیچی از حلقه جدا میکنیم. ببینید کار چقدر قشنگ فیکس شد روی حلقه و اون کشیدگی که گفتم ایجاد شد. الان من اینجای کار رو هم فیکس کردم و خیلی آروم اون اتصال موقت رو از حلقه جدا میکنم. همینطور ادامه میدیم تا کل حلقه
به همین صورت ماندالامون به حلقه فیکس بشه. تا اینجای کار رسیدم. الان احساس میکنم که این قسمت از کار قشنگ به حلقه فیکس نشده. پس جای هیچ گونه نگرانی نیست. میتونیم کار رو باز کنیم، سوزن رو از نخ در میاریم و نخ رو از این پیکوت ها جدا میکنیم به همین آسونی و مجدد به حلقه فیکس میکنیم. تا این قسمت از کار ماندالا به حلقه فیکس شد. همونطور که ملاحظه میکنید کار تمیز و عالی تا اینجای کار فیکس شد. اگه نخمون به اتمام رسید جای هیچ گونه نگرانی نیست. نخ رو با گره متصل میکنیم و فقط باید این نکته رو توجه داشته باشیم که این گره به پشت حلقه متصل بشه و که از روی کار مشخص نباشه. این گره‌ای که زدیم روی کار مشخص نباشه. جوری تنظیم میکنیم که این گره به پشت کار بیفته. به انتهای کار میرسیم. حلقه رو برمیگردونیم به پشت کار. سوزن رو از انتهای نخ جدا میکنیم و نخ ابتدا و انتها رو طوری به هم گره میزنیم که گره پشت حلقه بیفته و وقتی که برمیگردونیم هیچ گره‌ای روی کار نیفته. این ماندالا به حلقه ما فیکس شد و دیوارکوب ما آماده است. بعضی از ماندالاها مثل این چند وجه دارن. تعداد وجه هاشون مثل قبلی نیست. ببینید ماندالای قبلی تعداد گوشه هاش خیلی زیاد بود ولی این ماندالا تعداد وجه هاش کمه. هر کدوم از این وجه ها رو به صورت آزادانه به حلقه به طور موقت متصل میکنیم که بتونیم این رو جابجا بکنیم و کار رو فیکس بکنیم. هر جا که دیدیم جای اون قسمت خوبه، ببینید چون آزادانه هست میتونیم به این قسمت یا به این قسمت بگذاریمش. بعد نخ اصلی رو متصل میکنیم به حلقه و به صورت عملی که توی ویدیوهای قبلی براتون توضیح دادم ماندالا رو به حلقه فیکس میکنیم.